باری نخست در مقیاس ولایت از جانب ریاست کاربازان و اولی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت آزمون شیرینی‌های دسرتی و ملی گذرانیده شد. دوره جنبستی آن در طرفخانه سوختیان مرکزی ولایت دایر گشته در هفته آن 18 نفر کدبانوهای ماهر شرکت ورزیده مهارت خویش را نمایش دادند. نگین یاروا یکی از اشتراکداران این آزمون بوده شهر بوستان را معرفی دارد. برای اعضایان حکمان زیاد از 30 نمود شیرینی‌های ملی و معاصر را آماده نموده، همزمان از خشک میوه و ترمیوه‌های وطنی نیز گلکاری نموده است. من خیلی شاد هستم و خرسند هستم که در دوری ولایتی آزمون شیرینی‌های بهترین اشتراک نموده استادم، چون در دوری شهری جای اول رو اشغال نموده بودم و امروز میخواهم در میز خودمان یکی از بهترین طعم‌های ملی خودمان یکی این کدو است پیشنهاد نمایم، چون که کدو هم دسترس است، هم طعم خوش دارد، اینچنین ویتامین ها بای است، حبوباتی است و از قدیم این زمان این طعم تیار کرده می شود. طرز آماده کردنش چی؟ کدو رو چند پلخ جدا میکنیم و آب و شکر رو قیام میجوشانیم و کدو رو در قیام جوشانده طرز من این شیرینی کدو آماده می شود. اینچنین میخواستم من اینجا خربوزه قاق شده، ما چی خلقی ذخیره کار هستیم، زنهای ما از تابستان فکر زمستان میکنن و از میوه‌جات ها من چند نمود مربوط آماده میکنن. اینچنین میوه‌جات ها رو خشک مینمویند، یعنی من این قولینگ میگیم زردال قاق، من اینجا خربوزه قاق شده و چند نمود حولا هست اینجا. باید قید کرد که در روی 18 میز آراسته شده کدبانوهای ماهر شهر و نواحی ولایت زیاد از 300 نمود شیرینی‌های ملی و دسرتی که اکثریت از شکر قیام و آرد آماده شده بودند پیشکشی همگان گردیده بود. هر یک کدبانو وابسته به مهارت خویش شیرینی‌های زیبای و دلکش را آماده نموده بودند. این دسترخوان از شیرینی‌های قدیمی از قبیل حلوای سفید، حلوای لوز، قندین شیرین، قندلات و سالا و چکچک محصول دستان اشتراکچی نوبتی از ناحیه عینی مهپری خلیفایوا است. مهپری میگوید که طرز آماده کردن این نمودی شیرینی‌ها را در دهه آنها هر یک جوان دختر از سن خردسالی می‌آموزد و این نمودهای شیرینی‌های قدیمی تا حال دسترخوان ایدانه ساکنان ناحیه عینی را آرام می‌دهند. حلوا گویا من این حلوا اروغنی و زرد میشه، شیرینی شربت تیار میکنیم، شیرینی میاندازیم، دست قاشقی چوبین قدیمی که میشکه شکیدن که تیار میشه، خود سفید میشه تمام شکیدن که این حلواش اینم دیگ به تیار میکنیم، اینم حلوای قندیل نامش، اینم روغنی دنبه و قندی سفید میاندازیم. سپس هیئت حکمان از دو بخش بهترین شیرینی ملی و شیرینی دسرتی صرفه‌کاری و غذانوکی و فایده‌نوکی شیرینی‌ها به هنر کدبانوها بهاگذاری نموده غالبان را معین نمودند. همین طور جای اول در بخش بهترین شیرینی ملی نصیب کدبانو از ناحیه جبور رسولوف، در بخش شیرینی معاصر مقام اول سزاوار کدبانو از شهر استروشن گردید. گیرنده جای اول با دیپلم درجه 1 و 1000 سومانی، جای دوم با دیپلم درجه 2 و 800 سومانی و اشغال کردگان زینه سوم با دیپلم درجه 3 و 500 سومانی مکافات پولی گردیدند. باقی مانده کدبانوهای شهر و نواحی ولایت برای اشتراک فعالانه و آماده شیرینی‌های با لذت ملی و معاصر با تحفه‌های رئیس ولایت رجب احمدزاده و سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سرفراز گردانیده شدند. کدبانوی ماهر از شهر بوستان نگین یاروا باشد جای دوم را اشغال کرد. امید دارد که من بعد نیست در چنین آزمون‌ها شرکت ورزیده سزاوار جای نمایان گردد. هر درس ما کوشش می‌نماییم که به شاگردانمون از طعم‌های ملی، شیرینی‌های ملی معلومات زیادتر دیم. این چنین به ما محفل‌ها تشکیل شده است. در محفل‌ها این چنین از آش پلاو، آش بریده، شکراب، قروتاب، گل منتو اینها هم خیلی شاد هستم که میتوانم با هنر خود شاگردان زیاد هنر خودم رو به شاگردان زیاد